سلام. الان سال تحویل میشه، سال 1404. خیلیتون الان پیش خانواده‌تونید، پدر، مادر، خواهر، برادر. ولی بدیهی غربت همینه. خیلیتون آرزو میکنید بیایید خارج، درس بخونید، کار کنید. ولی الان من تو آزمایشگاه به خاطر درسم، هیچکس نیست. جوش خیلی سنگینه. نمیدونم میتونید با خودتون این جو رو قبول کنید یا نه. لااقل در بدترین شرایط پیش خانواده‌تونید، حتی یه دقیقه 2 دقیقه لذت میبرید. ولی الان هیچ کسی اینجا نیست. من 2 سال تحویل پیش خانواده‌ام نیستم. 2 سال. عیدتون مبارک، انشالله سال خوبی داشته باشید.